Recording is on. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ما ترکمن های مقیم کشور آلمان از طریق ویدیو کانفرنس با هم یک جای جمع شدیم به خاطر اظهار همدردی همراه خانواده عبدالرؤف جان پسر 9 ساله از طرف آدمربایان. حدود 49 الی 50 روز می شود که اختطاف شده، ولی تا هنوز از پسر معصوم کدام خبری نیست. به خاطر این موضوع خیمه تحسن و تظاهرات مسالمت آمیز از طرف مردم شریف ترکمن در شهر مزار شریف در پیشروی مقام ولایت برای انداخته شده و به خاطر دادخواهی و خواسته هایی که از طرف دولت محلی داشتن که اینا هرچی زودتر عبدالرؤف جان پسر 9 ساله معصوم زودتر رها گردد، ولی از دولت مرکزی و از دولت محلی تا هنوز کدام کاری اجرا نشده بجز از وعده ها. و ما مردم ترکمن مقیم کشور آلمان جدا از دولت خواهش میکنیم، از دولت مرکزی و از دولت محلی، این پسر 9 ساله معصوم را از چنگ آدمربایان رها کرده به فامیلش برگرداند.